در حوزه مرکزی نظامی روسیه به سنجش آمادگی جنگی نیروهای مسلح این کشور آغاز کردند. سنجش ناگهانی است و فرمانش را ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه داده است. این معرکه با هدف ارزیابی توانایی‌های نیروهای مسلح برای حفظ امنیت نظامی در منطقه آسیای مرکزی است، جایی که هنوز تهدیدهای جدی خصوصیت تروریستی داشته وجود دارد. در تمرین 150,000 نیروی حربی روسیه اشتراک می‌کنند. در نوارهایی که وزارت مدافع روسیه تا حال نشر کرد، در تمرین از سیستم موشکی اسکندر، S-300 و S-400 و همچنین BTR-82 استفاده شده است. سنجش تا روز 28 ایون ادامه می‌کند و قرار است در این مدت در 35 آزمایشگاه 50 مشق نظامی گذرانده شود. سنجش توانایی‌های جنگی نیروهای مسلح روسیه و آن هم با هدف حفظ امنیت در آسیای مرکزی در حال است که این کشور در تاجیکستان و قرقیزستان پایگاه نظامی دارد. بزرگترین آن در تاجیکستان است که در آن 7000 نیروی حربی روسیه جایگیر شدند. این نیروها هفته گذشته در تاجیکستان در آزمایشگاه لاهور مشق خود را برگزار کردند. در آن زیاده از 500 سرباز و افسر، 60 تانک و زیره‌پوش و 2 چرخبال می 24 استفاده شد. هدف از آزمایش هماهنگی عملیات زمینی و هوایی برای نابود کردن کاروان حربی بیگانه گفته شد. ولی ساکنان محلی گفتند پس از تمرین ها در اینجا ذخیره های جنگی ناترکیده باقی میمانند که به جان آدمان تهدید میکنند. پایگاه نظامی 201 روسیه از شرح چنین قضیه ها خودداری میکند. این پایگاه بر اساس سازشنامه بین دولتی روسیه و تاجیکستان حق دارد که تا سال 2042 در تاجیکستان فعالیت کند.